یاد کلاس اول که بودی چقدر از دیکته نوشتن میترسیدی؟ نگذشت، رد نشد. یادت واسه امتحان ریاضی راهنمایی چقدر ترس داشتی؟ الان چی؟ یادت میاد اصلا اون امتحانو؟ یادت میاد واسه امتحان نهای دبیرستان چقدر تا صبح بیدار موندی؟ یادت واسه کنکور چه روزا و شبهایی رو با استرس و نگرانی و دلهره سپری کردی؟ یادت واسه اولین بار که از خانوادت جدا شدی، واسه دانشگاه، واسه سربازی چقدر ناراحت و غمگین بودی؟ یا اولین باری که شکستش که خوردی رو یادته؟ چقدر گریه میکردی که من بدون اون نمیتونم زندگی کنم؟ الان چی؟ نمیخندی به اون روزا؟ واسه خونه خریدنت، ماشین خریدنت، قرض پس دادنت چقدر فشار تحمل کردی؟ چی شد؟ خونه‌تو نخریدی، ماشینتو نخریدی، قرضاتو ندادی، قسطاتو ندادی. همشون گذشت. نمیدونم الان تو چه مرحله هستی و چه فشاری رو داری تحمل میکنی، ولی اینا همش میگذره. الکی به خودت اذیت نده، استرس نده، نذار بهت سخت بگذره. زندگی همینه، پر از غم، شادی، شکست و پیروزی. و به قول شاعر این نیز بگذرد.